نه یک خری به ما بخر، نه یک باسکیلی به ما بخر. چیکاره با بیدار غل میده گله چیه؟ با بیدار غل میده خوبه کفت خوب گورارم عقل کمال به کجایه؟ ها؟ عقل به کجای خوبه کفت خوب عقل برفت به تا سر پودی تو. کله تو فقط میگی لبلبی خومیه. کله فندقی میگم کفت کو کله فندقی ما با تو 15 روپیه نه 35 روپیه میدم مال تو میره به کفت کو. حالا به کفت کدوم چند نمیدی؟ چنده؟ کفت کو تو بازی تنه کمی بیدار نتونی به کفت کو چی بلردی؟ تنه به چی بکاره؟ زنده چی بکاره تو؟ خودی چی؟ تو گونی به کفت خونه نتونی زنده چی بکاره؟ نه تنه بگو. اینگو تنه خودم تکانون کده بیننگی. خب شطورم تنه داره. ها. خب غل میده اما خلاص میدی تا خونه. خاک که خلاص میشه نصف به درش دیگه. ما چه بلانه خو میگم یک مرد. بگذارم اینجا برو خونه خر فلان چیزی برد بیا ببر. خر نداری. صبح تا شو میز اینا درو میکنی. راستی برای شما خر فروشی نداری. نانی میگه تا اگه خر پیدا شد ما با تو خر میخرم. یار ما خر فروشی نداریم. ما تو یک کاری که برو با نانی خوب بگو ما خر بخره. خر؟ خب زپولی شما کجا میکنی؟ راست میگی. خر بخره راحت‌تر میشه هر چلا بار کنی ول خر میکنی میره بسرا. حالی که تو خزاده بری هم باد میبره نسپیرم به زمین کش کردم. خب برای شما خر فروشی نداریم؟ نه از کجا بیارم خر فروشی؟ ها؟ نه ندارم. اون تو یک آدرسی دارم خر میفروشه اگه بده بخری. کی نه برا؟ کجی به چی قمشدی؟ ای خیلی بینی خر کوری داره میفروشه. طول گردن تو با؟ ها تو یک مشکل هست کوره. از یک چیز خونی. خب مشکلی نداره گفینیه. ها همین بالا بم کتم بالا کو. بیا کفت خوب تو بخونه. برو مونده خوب تو خر وستونی بیتره. ها کفتم بالا کو. آنی تو سنگینی خوالی از این اختشته بکفت تو بالا کو دیگه. ها تو بشی ایتا بشی تو ما کجا بشینم؟ همونجا بشی ما کفت تو میکنم. بشی همونجا. کم کشکو بر کم کشکو قط خود راست کنه. کشکو. بشی بشی. چالنگ ندی با کم گردن رو بشی چالنگ با کجا بشی. من از تور بگیر نکویته. بولا کردی؟ صبر کن. نمیشه. چرا گیلا؟ کمر مبری که نمیشه. نمیشه. همین تا قلب میدم برو بخواب که. بگی قلب. دروغ نمیگی آلی؟ نه برو ما چی دیدی تو دروغ بگو یکتا. برو. می پول داری می همینجا بگذار برو خر کجیره بخر. او میفروشه. میرم آلی میرم امروز یا نانیم من خاره بخری یا مگرم دیگه علف ملف دیگه یخته. گل را میدونم تو بیا با من به جوش گل ارزون نفروش گل ارزون شتن خلیفه جانجور خیلیت جانجوره نانی مرم شتنی نانه خوبی خیلیت بخیری جان تو جور خواهد شکر فضل خدا کجا بخیر گیره؟ شما خر فروشی نداری؟ خر فروشی؟ با نه مخر نداره خبر نداری که مخر نداره ها؟ خر فروشی میگم نداری؟ سکو گیلک جو خر کسی داره که زمین داشته باشه تو از زندگی ما خبر نداری ما یک سرای به شیشتن نداریم زمین ما نداریم ما خر مایم چه کار کنیم آها یک فرگون کنیم ما به خونه داریم سرا خر می چه کار به خیال شما مرغ مرده هم نداری بله خر می بخری نانی می تصمیم خور بگرفتم تصمیم گرفتم نانی تو نه برسه که چی میگم اگه ندارم مر بزی هفته و زلاخ چادرم با سر ما بو مردم با زیر چادر بریم سعی کنیم که یکی پیدا شده که تو که گفتی من چون کی خر فروشی داره و گیلا خود تو نمیتونی بریشی خر بخری با مادر خوره وردی خودی خو نه بچه ما کمال یاد گیرک سرگی آدم نافهم میفهم انا به سر کلا میرم بزی میدم یار پرستیک آدم نافهم بزی میدم تو نه مر بزی میدم وای سادی بچه سر تماس رو نمیشه توی به می تنه دیگه تو نتونی یک خری بخری تو به درد چی میخوری بازی بچه ما نکرد تو میگی سر تماس و نمیشه راست میگم خاله کم زدن خور بفهم نه افشلت کنم نه بری برو گلک برو خو برو بده دل ما با تو بسخی
نه آنه بیای شما بیای آنه میگه ای نانه آنه خالی آنه خوکی نانه آنه خالی میگه باش کجیره گفتم سر زمین ها خونه کجیر تو نانه بریم مسائل بکنو نه من آنه میارم خب با خوبه آنه میخواه خوبی آمه هسته نانه کجیره پیدا کنه ها اونه کجیره نانی من خرطور میخره من میارم پیش تو خرطور میخریم ما نانه چند خوگو نه ها میبینی من خر چه کاره نانه نمیبینی چیش از این نمیبینه کوریه یک چیشی کوره نانه ای چی به کاره نانه دیگه کوره باشه نه مای نه ارزون میده دیگه بیا کجیر بیام دل دارم دل دیوانه دارم میخریم بابا انگیل خره کجا میاره میجی سات کور بسته کو بمی درخت کجا؟ بمی درخت همینجی خوبه؟ آه باشه چه کار تو مادر تو با خودی همه خودی خرمه میایی کجیرشتن رقف دم قنیبه چی کجای داری؟ بچیم؟ چیزه نانا جو میگه بشینیم دو خودم بشینیم نانه خاله ایشتنیم خیلیاتی ایستانی خاله خوبی بخری زنده باشی ایشتنم سراوادی شما من خوبم تو به سلام مدر فینا ایستانم خوبم چی راست بجل بخوری نانه از فعجت تو چرا من نفقی میکنه نانه مادر تو زن کلونی به مثل مادر مانه خودی احترام نگیری خوشامد نکنی غیر نانه بسته بچه من غمی ندارم نه خب بچه یعنی بیاخری نانه یا این بچه خورید نه کنانه گب بزنم خودی تو بشی بچه بلد. بیشتری خاله جندگی چو کرتی خوبی نانه بفرمایید امر خدمت ما بیام خود مادر تو خوش آمد کنم بعد تو نمیایه نه برار ما بعد من نمیایی خب آنال خلاصه بگو نانه بگیم برای نانه. به چند سر کن ما گب چی بچم خر کدو خرو خر کورتو بگو دیگه مرغ مرده گب زده دیگه چند خر میخیدی آه میخیدی خریداری آه بیچنه و بیچونون نی تای نی بالایی همین تو خلاصی اخبار بگم به 5 قطع عجری برار چنده نانه 5 قطع عجری نانه خود بریم ما خریده نمیتونیم بریم بچه خوش آمدیم شما رو به خدا سبود چی میگی نانه یو خرد و کوری هم هست با 5000 میره کیسی خو کنم پایا خو نانه کلاکه بکنه چند 5000 میگه نانه ما کجا بیارم بچه می 800 نمیشه کجی تو سی گو ما 5000 میگویی به 800 چند 5000 کم از 800 4200 تو چه نمیزنی آه ویلا خودی کله گنده خو خاله جان میخریم خریداریم 5000 بدیم از نه شما سگو خاله به تو یک چیزی میگم خوب گردن ما برگوش خود در 5 تا دیزل تمام او خرمه او چیش کرینن مثل مرغ مرده بری اینا رو پاک بچوریدی چرا به من اونانه برن قدر لشتی گپ خوانه بیان گونه جونی بگی بشور بخور خوی چی فرخ داره نانه بخرین که میرن دیر شده نانه بخرین چند نمیشه همین به 2000 حساب که خیر نداره نمیفیشون خاله جون نمیفیشون همون خر کر مذهب بیتره اما من بیافته و یاسی نورده خوبه 3000 بیشتر نداره بچه می آخر چند نمیفیچی آخری ولی دست خوب برمیشینی مدار از شما برو نانه دستیم خودیم دست خودیم نه دیگه درسته نه تو دست کردی درسته با مرکی که خاله دست پولا خوب بلی چی؟ پولا خوب عالم خره میبرن نمازگر میارن درس راش نه بخر نمیشه مثلا که مرغ مردر به شما اعتبار نمیم من خر خو اعتبار نمیدو او خر گردل ما بال به شما در راه نمیره میچله پولا تو ما 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 از کو کله خود 11 12 13 14 15 17 جورده بوده خاله ای بچی شما خیلی بیعقلیه بچه ما نه از شما بیعقل 15 تا 20 و 17 تا یک اضافه 17 تا میشه چند نمیشه تا بکنانه سه کنه مازدگر رو میده که بیامدی بیاد همسر کنه پولاتو بده اینا کم 20 اینا کم نیست خوب برو بیا لگان نمازدگر بیامد من سر ندون با برو شو جمع بیا نه نمیگه من نه مردی بیا شو جمع کاکنی و کمر سر بده مونتا یک شرط نه بزرگ بگی که خر تو یک چیشی کر باشه بابا انوزه ای تبی تا 2
دست توش که خود رو یک چیش میدی نظمه بیدم خوشه میدی زنده بشی بریم نه با خاطر تو نه اگه نکنه چیکار کنم من سینما هزار کم پوله نه دیگه. ازم گریه میکنی قول مقال داری که با من خیلی بخیر بریم زنده باشه نانه خیلی بینیم نانه ما میبانند اگه کجی جان برو نماز دگر بیا در سرا برو بخیر بری برو آی نمازی شوم غریبی رو به من که آخ دلم جولان زد و یاد وطن که نه از این بعد که به میمونی هم بر غرق که دیگه شمال بالا خر سوار میکنم میره ای نانه منتها ارزون داد نه به سینما هزار ارزون دادن از سینما هزار با خیلی پوله کو ها هم تو توده بشی نانه کردم با قول مقال خیلی بینیم نانه جو سلام علیکم مامان نوروز خدا نباشید خیریات بخیری یاد شما جوره دیگه خوب شد شما رو بدیدم گفتم بیا من نزدیک بودم خونه کار داشتی؟ مامان نوروز گفتم از این بیداخ اگر سردونه بریم بدیم به خاطر این گوسفندا ما گفتم زمستون گوشنا نمونه وقت تر بستون اونا رو برام خونه بچینم بیده بودم ها خود ما گوسفندا گوشنا مونده تو بیده دارم که بودم خیشته گفتم مامان نوروز بدی فروشی داره به خونه گفتم باشه برو سه کنم اگه داره با ما 100 دونه تا 50 دونه اگه داره کی داره فروشی اینجا گفت خیلی ندارم اگر رمضان اگر دیشبش میکنه ندارم بیده فروشی خود من هم گوی دارم هم گوسفند دارم همه چیز دارم خود من زمستون دکار ندارم رمضان خریده نمیشه مامان نوروز ما میفهم شاید هم رمضان فروشی داشته باشه خود شما میفهمین که اگر بیده دونه 10 ریفه نباشه رمضان دونه 100 ریفه میفروشه خودم چه با گفتم یعنی شما اگه باشه خرید بتون من برازاده شما بیام سلام علیکم من نباشم کاکاش داریم جانجره تیار است نیلیلش دینی بالا جانجره خیلیت هستیم جانجره گیلا ها. بدی فروشی درک نداری کسی بفروشه تو مغز سر تو خرابه امرو خب برار ما اگه پیدا کردی بخریدی به تو پول میدم اون باز بیار اگه با سرامو ما 50 سیری بیده داریم همینا رو امرو از شهر شهید شدم بیا آوردم قلداده و با کفت خوی بری بر کاکا یا مادر مثلا با شما میگفتم من گفتم یک 2000 پول بدیم که خاطر ما 15 ساعت داریم خب بازار ما چیکار کنیم چی ما چیکار کنیم خود اگر نه نمیگفت بعد آخر اول باشه بعد به تو بخرم چون نمیتونی مثلا بار چیزی کش کنی بیاری یا نه برام بخری چی خریدم موتر خریدم سایکل خریدم چی خریدم چی خریدم اینه خارکور که جیره ما گفتم بعد بازی موتر خریدم که میگه پولامو کم موتر با فوسکا تو میخوره فوسکا کاکامه با فوسکا ما نمیخوره خارکور که جیره بخریدی با خارکور موتر یک چیشی کوره با چند خریدیم گیلا کی؟ خاره با چند خریدیم ما چما 500 بالایه با یعنی 3000 بالم خر پول دادی ها تو دیونه ای تو دیونه کاکا او خر یک چیش کور وشته را میره و اگه کور اردی چیشی ثابت بدی میگفت اگه 18000 یک گیل کنی یک گفوف نزن گیلا اگه خاره با شما کی خریده کی نانمه صبح خرید اگه ندن گیلا تور بزی داده که جی رو خر از اون نمیارزه وگزا او خر برا راسته رفتن نمیتونه مغز سر تو خرابه به تو با مگذار پولی که نانمه بخرید مال خرگوش نمیدم بعد کاکا مامان نوروز برای از تو این بزی داد تو بزی داده خر از اون نمیارزه 2000 پی کنیم از خونه پول از تو اون می با مال پشیمون خب کنی هیچ چیانی ما گفتم بخر کاکا داریم پول بدیم نه پیش بخونه دارم بخونه دارم یک بار بخونه بودم ها یک بار خیر بینید کاکا تشکر باشه کاکا با گاهی وقت خیر میدم شما خوشی ایران جوره برو جو به ایران تو کی انگوره برو جو علای دل غریبه لالا خر بفرشیدون شما دل جمع کردم خرکوره؟ خرکوره بفرشیدم به کی به فرستی؟ مادر گیل دیونه به چنده بفرستی؟ به سینی مردم خوب فرستی پولایی رم نقد و نقد گفتن نماشتگر بیا به در سلام و پولا خوبه برد گفت اون به قرد نمیشه لالا اموالی بدی گفتن نیه تا نمازدگر پولای شما به سرم میکنی با بیا یک برد اینو پول دیشتن 10 تا 20 تا 10 20 کنی شلیدی به کیسه های نبی اونا رو هم گفته من هم نمیچله پولای نوی عجیلی 500 دیبه اول کور به زینا نمیفریختی که میشه با پشیمون شم و من که یو پشه میور مایم چه کار به چی کار مایم بابا گیلک میگفت اگمدگی ما چون علف آورده نمیتونم چکار نمیتونم بکنم همین خر و دردمو میخوره ای بری باری چیز کش میکنه گفت تو خوبه دیل جو بیا از اما مایم خود خود متری بخرین خر دیگه مونمون
خیریشگاهی میخریم که ما بارکشی میکنیم ای بری خر دیگه به دردمون نمیخوره. تکنولوژی پیشرفت کرده او قدیما بود که مردم به خری بری بر بار میبود. اولی سچرخوان شده مردم به سچرخوان میبود. نه خر خوب است نان مثلا جامعه آدم میره وسیله موتور و باسکل چیزی نه خر سوار میشه میری نون به صحرا میبری مثلا کاکشی داری مثلا ازوم علف چیزی او به درد ما نمیخواد او خر کوری به سینی مدار بفرختی پولای کاش که از اونا میستونه که میشه با پشیمون شم نمیشم پشیمون مالی که بفریشی آدم دیگه پس نمیشتونه. خیر پسی تا که بشد اگه باز 500 بدونا کم میکردم این سر راست 100 داره حساب میکنه لالا اوی که باشه 500 ما خود ما با خود خود دارن خرد میکنه حتی کوکورتا لکن سینی مدار می بیرو میکشم حالا برابرت 500 که پشیمون نشن 100 داری پم بابا کپی بود گفته چو کلاکی بود کنده چو ولی خیلی بابا سر قول خو استادی هم که با تو گفتی فقط به آدما مثل ما و تو همی تو آدم ها گوتی ساده نافهمه چی میفهمه؟ خب مداری که هوشیاریه مداری هم اثر از او به چی و اثر مدر کنه ما به مداری فریشیدون خره ما کارنه ما پیلا خودونا میشون اگه ما درس رای نکندم نبودم به نوکی نفروختم بقداد نکش اگه نمایم پس بستو اگه میشه پشیمون میشدم 500 بزنو کم کن تو با به حساب کار کسیبی نمیفهمی سه دوم عامله با پولار میتونی شما کجا میری؟ من میرم میتونم تا به تحت نمیرم که کار دارم کارا خود محمد بده به شما کار داری یاری به ایران به شما میرم